دوستان امروز اومدیم با آموزش رفع ارور بخش گلوبال تیبل ست ادیت که با همین ارور مواجه میشید که وقتی میخواید ستینگی وارد بخش گلوبال کنید با همین ارور مواجه میشید. ما میخوایم این ارور رو رفعش کنیم. شما به یه دونه برنامه نیاز دارید که اسمش پرونت. این برنامه رو داخل چنل تلگرام میذارمش و حتما به وای فای وصل بشید تا همه این مراحل رو انجام بدید. وای فایتون حتما اینترنت داشته باشه. اگه نداشته باشه میتونید مثل من اینترنتتون رو بعد از اینکه مراحل رو انجام دادین میتونید روشنش کنید. خب وارد برنامه پرونت میشید، اکت رو میزنید، اینجا این جوی رو پیدا میکنید، لانچ پرونت رو میزنید، بعد دیولپر رو انتخاب میکنید. شما رو میاره داخل دیولپر آپشن. اینجا دوستان USB debugging تیکش رو حتما فعال کنید. بعد وایرلس debugging، وارد بخش وایرلس debugging بشید، اینجا تیکش رو فعال کنید و بیاید داخل برنامه پرونت. اینجا وایرلس debugging پورت رو بزنید، بعد بیاید اینجا وایرلس debugging تیکش رو فعال کرده بودیم، اینجا پیر دیوایس ویت پیرینگ کد، اینو میزنید تا به شما کد بده. کدی که گرفتید این کد رو علائم ها رو باز میکنید و ریپلی رو بزنید. بعد این رو واردش میکنید، بعد به همون علائم کلیک میکنید. اینجا دوباره به وایرلس دیباگینگ پورت و برنامه برای شما باز میشه. یکم صبر کنید تا برنامه رو لود کنه. خب بعد اینجا که اومدین وای فای رو خاموش کنید و به اینترنت خودتون متصل بشید. اینجا 3 خط رو میزنید، اسکس کامند رو میزنید، اوکی رو میزنید و این متن رو از داخل چنل وردارید و بزنید اینجا واردش کنید اون متن رو. بعد این فلش بغلش رو بزنید. خب اگه این گزینه اومد برای شما یعنی درست نبوده، برای شما غلط بوده، همون کارهایی که کردیم غلط بوده. خب میای بیرون ببینیم باز شد یا نه. نشده. اینجا این متن رو اینجا یه منفی میذاریم، بعد دوباره بزنمش. خب اگه این اومد برای شما یعنی همه کارهایی که رفتین درست بوده. الان بریم داخل برنامه ست ادیت و نیو اد ستینگ رو بزنیم. اینجا برای ما ارورش رفع شده و میتونید به راحتی ستینگ هاتون رو واردش کنید. اینم از آموزش رفع ارور ست ادیت.